بعد از اون ترانه بازی لاتاری برگزار می‌گردد. 27 نمود توفای قیمت بها و از همه قیمت بهایش تلفن سامسونگ G2 بعد از وقت دیر می‌شود. یک چند لحظه دیگه ما فرصت داریم میتونیم که خریداری کنیم. خوب دوستان ارجمند بار دیگه خوش آمدید نورید تاجی سر. خوب نوبت به آوازخوان بسیار محبوب شناخته تشجیع کنی یک هنرمندیم بسیار صدای شیرین داره. یک قرصک را برش تاریخ نمیداریم. یک قرصک نورآبادی قدی قیقاساش میزنیم. یک دسته برای شما دعوت میکنیم. باز نرسش یه پهنه میرسی میره بیرون میکنیم موج نیست. هنرمند خوشآواز ابراهیم اسماعیل زاد را دعوت میکنیم. ابراهیم اسماعیل زاد نابینا است لیکن وطن را دوست می‌دارد، جوانی زنده‌دل تاجیکستان را دوست می‌دارد و گرمی شما را، قرصک‌های شما را احساس می‌کند. خوش آمدید به نورآبادی باستانی. گرچه که ابراهیم اسماعیل زاد ما را به چشم سر نمی‌بینه، لیکن ما را به چشم دلش می‌بینه. ابراهیم اسماعیل زاد بسیار هنرمند خوش‌آواز که یک چند سال پیش با دعوت یک چند هنرمندان فدراسیون روسیه دعوت شدن به جمهوری روسیه و در تالارهای کلان روسیه از نام تاجیکستان برای ما برای مردم روسیه ترانه‌خوانی کرد که بسیار مردم ابراهیم اسماعیل زاد خوب قبول کردند. ابراهیم اسماعیل زاد بسیار یک مردی است که بسیار زنده دل. شاعر میگه که به شما دیده بیدار تمنا دارم، به شما قلب پرندوار تمنا دارم، غم و درد دل ما کوه گران را ماند، به شما شادی بسیار تمنا دارم. همه یارن ولی یاری وفادار کجاست؟ به ابراهیم اسماعیل زاد یاری وفادار تمنا دارم. یعنی ابراهیم جان این قرصک های مردم نورآباد برای شما یک قرصک میزنه برای اسماعیل ابراهیم اسماعیل زاد. در تحت ترانه های ابراهیم حلاوت برید، رقص کنید، شادی کنید. یک بار دیگر همه شما را از نام شرکت تیسل